روزه چیست و چرا بهش نیاز داریم؟ روزه امساک از خوردن، نوشیدن و برخی اعمال دیگر از سپیده‌دم تا غروب خورشید است. این عمل نه تنها یک وظیفه جسمانی بلکه تمرینی برای تقویت اراده، کنترل نفس و نزدیک شدن به خداوند است. روزه اراده ما را تقویت می کند و به ما کمک می کند که در برابر وسوسه ها مقاومت کنیم. همچنین این عمل روح را از تعلقات دنیوی پاک می کند و ارتباط انسان را با خداوند عمیق‌تر می سازد. روزه باعث آرامش درونی می شود و فرصت می دهد تا از شلوغی‌های زندگی فاصله بگیریم. روزه‌داری حس همدردی با نیازمندان را تقویت کرده و ما را به بخشش و کمک به دیگران دعوت می کند. علاوه بر این، روزه فرصتی برای پاکسازی جسم و روح است. در نهایت، روزه یک فرصت برای بازگشت به خدا و پایبندی به تقواست.